بیت کوین به زودی نابود میشه. جمله‌ای که منتقدین بیت کوین این روزا مدام تکرار میکنن. ولی چرا؟ 16 سال پیش ساتوشی ناکاموتو بیت کوین رو اختراع کرد و علیرغم تلاش‌های فراوان بقیه هیچ وقت نذاشت چهره واقعی شناسایی بشه. ساتوشی بیش از 1 میلیون عدد بیت کوین داره که ارزششون به بیش از 100 میلیارد دلار رسید و باعث شده جزو ثروتمندترین‌های دنیا بشه. اینکه چرا تا الان حتی $1 از بیت کویناشو نفروخته مشخص نیست. ولی نکته ترسناک ماجرا اینجاست. اگه هویت ساتوشی روزی فاش بشه یا اینکه اگه شروع به فروش اون حجم از بیت کوین کنه، ترسی که در بازار رمزارزها ایجاد میشه چه بلایی سر قیمت بیت کوین میاد. احتمالاً اتفاقای عجیبی میفته. ولی عجیب‌تر از اون اینه که ما 2 ماه پیش اینجا توی کف بیت کوین خرید و چند روز پیش هم روی سقف اخیر فروخت و این پول درآوردن از نوسان‌های بیت کوین ادامه داره. اگه می‌خوای رایگان این پیش‌بینی‌ها رو داشته باشی کلمه ساتوشی رو کامل. حالا به نظرت واقعا قیمت بیت کوین روزی صفر میشه؟ آخه خیلی‌ها میگن